سلام و درود خدمت همه دانش آموزان عزیز و گرامی. رسیدیم خدمتتون با حل یک مجموعه سوال از امتحانات نوبت دوم کلاس هشتم. میخوایم که با هم تحلیل و تفسیر این امتحان رو انجام بدیم و انشالله در کنار اینکه تحلیل میکنیم یه مقداری هم بپردازیم به این مطالبی که تدریس شده، بتونیم مطالب رو هم در کنارش یادآوری انجام بدیم. من بدون مقدمه میرم سراغ اصل مطلب و شروع میکنم به حل کردن سوالات. خب قبلش اینو بگم خدمتتون که مجموع سوالی که الان برای تحلیلش داریم زمانمون رو براش میگذاریم سوالات مدرسه پسرانه امام علی یا همون ولایت شهرستان فلاحجان استان اصفهانه. خب بریم سراغ سوال 1. درستی یا نادرستی هر عبارت را مشخص کنید. الف، منفی 7 به توان 2 ضرب در 4 به توان 2 مساویه با منفی 28. خب ببینید بچه ها، ما یه نکته کلی رو داشتیم توی مطالبی که قبلا مطالعه کرده بودیم و قبلا معلم برامون توضیح داده بود. ببینید وقتی به ما میگه دو تا عدد تواندار رو در هم ضرب یا تقسیم بکنید، ما اگر ضرب بود توانش رو اگر جای ضرب دیدیم باید توانش رو مثبت علاوه بکنیم. توان ضرب توان مثبت به علاوه میشه، تقسیم توان منها میشه. خب اینجا پایه ها برابر هستن یا نیستن؟ که نیستن. متاسفانه اینجا این پایه با این پایه برابر نیست. پس آقا باید بریم سراغ چیش؟ باید بریم سراغ این که ما توانها رو برابر بکنیم. اینجا این توان 2 با توان 2 برابره. وقتی توانها با هم برابرند گفتیم ازدواج میکنن، بچه دار میشن، بچهشون هم میشه 2. آقا این توان 2 اینجا موند. حالا بگیم پایه ها رو در هم ضرب کنیم. 4 7 میشه 28. ببینید آقا این از کلا همگیشون توان 2 دارن. ما اگر همه توان 2 هاشو بخوایم حساب بکنیم مثبت در آخر جواب. پس این چه منفی باشه این آخر چه مثبت باشه فرقی برای ما نداره. پس میشه منفی 28 به توان 2. پس این گزینه صحیحه. قسمت بعدی گفته رابطه فیثاغورس فقط در مثلث قائم الزاویه برقرار است. بله درسته، ما رابطه فیثاغورس رو فقط در مثلث قائم الزاویه میتونستیم ببینیم، پس این هم درسته. و چه نکته ای داشت رابطه فیثاغورس؟ میگفت که آقا وتر به توان 2 مساویه با ضلع قائمه به توان 2 به علاوه اون یه ضلع قائمش به توان 2. مثل این که میگفتیم آقا مثلا دو تا ضلع قائممون یکیش 8 یکیش 6، بعد جمع توان 2 هاش یعنی 6 به توان 2 به علاوه 8 به توان 2 که میشد 36 به علاوه 64 میشد 100. بعد میگفتیم چه عددی ضرب در خودش بشه میشه 100 میشد 10. پس وتر میشد 10 یا از اعداد طلایی استفاده میکردیم توی حل سوالات. خب آقا بریم سراغ قسمت جیم. گفته مجموع زوایای خارجی در مثلث هست. آقا توی همه چند ضلعی ها چه n ضلعی باشه اصلا 1000 ضلعی هم که باشه 360. پس این هم به خودی خود درسته. خب بیام سراغ قسمت آخر. دال، در حالتی که خط و دایره دو نقطه مشترک داشته باشن میگیم خط بر دایره مماس است. آقا مماس فقط توی نقطه لمسش میکنه، پس همچین چیزی غلطه. بیام سراغ سوال 2. گفته که اندازه زاویه مرکزی برابر است با خب اندازه زاویه مرکزی برابر چی بود؟ اندازه زاویه مرکزی برابر بود با نصف کمان روبرو. این هستی مثل این. آقا شکلش هم بذارید بکشم با شکل نشونتون بدیم. اگر با شکل بخوایم نشونش بدیم این زاویه مرکزی همچین چیزی، کمانش هم این بود، این شد کمان حدودا. بعد شد این اگر دایره باشه این هم زاویه مرکزیش، این قسمت رو ما بهش میگیم کمان. اسمش میزن کمان آبی. آقا کمان آبی با این زاویهش برابره، یعنی این زاویه اگه هرچی باشه مثلا سی باشه این کمانمون هم همون سیه، پس این دوتا با هم برابرن. آقا خب
این که درست شد، کمانه با هم برابر بودن. این قسمت بعدی در مستطیل قطرها با هم چی هستند؟ در مستطیل قطرها با هم برابرن. خیلی راحت. میانگین اعداد 14 15 16 17 18 عدد چیست؟ آقا بیام قسمت بالا رو یه بار من یه چیزی رو بگم. مستطیل، لوزی و مربع همه یا بچه‌ها یا نوه‌های کیان؟ متوازی الاضلاع. هر کاری که متوازی الاضلاع انجام بده اینا هم انجام میدن. پس پدر بزرگ متوازی الاضلاع 2 تا بچه داره. این متوازی الاضلاع یه لوزی یه مستطیل. بعد لوزی و مستطیل 2 تایشون با هم ازدواج کنن، بچه‌شون میشه چی؟ بچه‌شون میشه مربع. پس اینم نکتهش. گفته میانگین اعداد 14 15 16 17 18 عدد جا خالی است. یه نکته داریم توی فصل، اگه اشتباه نکنم 8 ریاضی 8، اینه که میگه شما اگر همه اعداد با هم جمع کنید تقسیم بر تعدادش کنید میانگین به دست میاد. که اینا رو اگه با هم جمعشون بکنم 14 و 15 میشه 29، 29 و 16 میشه 45، 45 و 17 میشه 63، 62 ببخشید 62 و 18 میشه 80. اگر 80 رو تقسیم بر 5 بکنم میشه 16. خب آقا من این رو میدونم. یه نکته دیگه هم بگم خدمتتون. ما توی حالا ریاضیات سطح بالاتر وقتی میخوایم به بچه‌ها این رو درس بدیم میگیم که آقا وقتی شما بتونید اعداد رو دسته‌بندی بکنید، اعدادی که پشت سر هم نوشته شدن، مثلا ما اینجا 2 تا عدد چون پشت سر همن، البته 2 تا عدد پشت سر هم این ور داریم، 2 تا عدد پشت سر هم این ور داریم. حالا چون 2 تا عدد مشترک مثل همن، متوالی هم هستن، 2 تا عدد هم مثل هم اون طرف داریم، میانگین همه این اعداد میشه این عدد وسطیه. این عدد وسطیمون چنده؟ 16. آقا ما جوابمون هم که به دست آورده بودیم خودمون 16 بود. پس جواب درست اینا. اگر تعداد فرد باشه یعنی چه کاری میتونیم بکنیم؟ اگر زوج هم باشه، مثلا اگه زوج باشه 2 تا عدد این وسط میمونه، اون 2 تا عدد جمعش کن تقسیم بر 2 کن میشه میانگین کل اعداد. اینم از این. اگر هم بلد نیست که همون رابطه کلی کتاب رو بریم. حالا بیام سراغ قسمت بعدی. گفته یک زاویه داخلی 5 زاویه منتظم چقدره؟ ببینید من توی حل همچین سوالاتی گفتم نمیخواد اصلا از فرمول n منهای 2 ضرب در 180 تقسیم بر n استفاده کنید. فرمولش یه مقدار زیاده. ما از این فرمول اصلا استفاده نمی کردیم چون این فرمول یه مقدار سخته. من بچه‌ها میگم بچه‌ها برای اینکه بتونید مجموعه هر زاویه داخلی، گفته یک یا هر زاویه داخلی رو حساب بکنید، بگید ببینم فرمول زاویه خارجی چی بود. آقا ما توی فرمول زاویه خارجی یه همچین چیزی رو میخوندیم 360 تقسیم بر n. آقا 360 تقسیم بر چندش بکنم؟ 5. پس جا n میذارم چند؟ 5. 360 تقسیم بر 5ش بکنم میشه 72 درجه. آقا یه نکته من به بچه‌ها گفتم ببینید مجموع زاویه خارجی و داخلی باید بشه 180. 72 با چند میشه 180؟ خب معلومه دیگه با 108. پس زاویه داخلی میشه 108. و ذهنی میتونی حساب بکنی، اصلا نمیخواد از اینا بری. تو ذهنی که بخوای حساب بکنی میگه 360 میشه 72. 72 با چند میشه 108؟ جوابش میشه چند میشه 180 که میشه 108 جوابش. پس این است. سوال 3. جذر تقریبی رادیکال 33 کدام است؟ آقا رادیکال 33 بذارید این قلم رو عوض کنم یه مقداری رنگش قشنگتر بشه. رادیکال 33 کدام است؟ آقا من گفتم بیایید ببینید رادیکال 33 بین کدوم رادیکال خوشگلاست؟ رادیکال خوشگلامون بود 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 و حالا به ترتیب اعداد بعدی که اگر دوست داشتید حفظش بکنید مثل 14 تا 14 تا 15 تا 15 تا که 196 225 میشه جوابش. خب میام سراغ آقا این دوتا. ما میدونیم سیاسه بین رادیکال 33 بین 2 تا رادیکال خوشگله، یکیشون رادیکال 25 یکیش رادیکال 36. آقا من میدونم رادیکال 25 میشه 5، رادیکال 36 میشه 6. پس بین 5 و 6. آقا وسط 25 و 36 حدودا میشه 30 31. 30 یا 31 میشه جوابش. اون میشه 5.5. آقا این 33 به کدوم نزدیکتره؟ به 36. چون به 36 نزدیکتره پس به 6 هم نزدیکتره، فقط یه مقدار از 6 کوچیک‌تره. آقا این که اصلا کلا از 6 بزرگتره غلطه. این از 5.5 کوچیک‌تره، اینم غلطه. این خود 5.5 گفتیم 30 یا 31 حدودا میشه 5.5. این حدودا گفتیم پس به 6 نزدیکتره. فقط تنها جوابی که اینجا هست این یه مورده. پس جواب سوالمون میشه 5/7. این میشه جواب درستمون. جواب درستی که توی این مرحله نیازش داشتیم این گزینه بود. خب
بیام سراغ قسمت بعدی. گفته کدام یکی از گزینه‌های زیر حالت همنشین برای مثلث نیست. ببینید بچه‌ها، ما حالت 3 ضلع داشتیم، حالت 2 ضلع و زاویه بین داشتیم، 2 زاویه و ضلع بین هم داشتیم. آقا ما اینجا الان اینها رو داریم، اما حالت 3 زاویه نداریم. حالت 3 زاویه اصلا برقرار نیست. چون ما میتونیم یه مثلث متساوی الاضلاعی رسم بکنیم که ضلعاش متفاوت باشه اما زاویه‌هاش برابر باشه، همنشین هم نیستن با هم دیگه. پس این گزینه غلطه. پس جواب میشه این گزینه. این همه این گزینه‌ها غیر از گزینه ب درسته. سوال 4 گفته حاصل را به دست آورید. آقا حاصل را می‌خوایم به دستش بیاریم. فقط بریم سوال فصل 1 مون یه نکته رو یادآوری کنم. ما توی فصل 1 مون وقتی می‌خواستیم کسرها رو حل بکنیم، اعداد گویا رو جوابش رو به دست بیاریم، باید مخرج مشترک می‌گرفتیم. بعضی مواقع توی تقسیم کسر دوم رو برعکس می‌کردیم. اگر مثلا به فرض مثال اومده بود برای ما ضرب داده بود، باید سادهش می‌کردیم قبل از اینکه به جواب برسیم. پس این کارا رو فراموش نکن. حالا کاری که باید انجام بدیم، اولین کاری که من انجام میدم اینه که یه مخرج 1 میدم به کی؟ به 4. آقا مخرج 1 وقتی بهش بدم به ترتیب، باید الان مخرج مشترک به دست بیاریم. مخرج مشترک چجوری به دست میاد؟ ببین الان 1 رو ضرب در 5ش باید بکنم، 4 رو ضرب در 5 بکنم تا بتونم مخرج مشترک رو به دست بیارم. خب حالا می نویسم 4 5 تا 20 تا منها هم هست. کل مخرج مشترکمون هم 5 به علاوه اونم که 1 بوده، مخرجش تغییر نکرده، کسر دوم این همونه. پس میشه منفی 20 به علاوه 1 تقسیم بر 5 یا منفی 20 به علاوه 1 پنجم. آقا می نویسمش منفی 20 به علاوه 1 میشه منفی 19، اونم که 5 میشه منفی 19 پنجم. پس جواب این یه مورد میشه منفی 19 پنجم. ببخشید، حالا درست شد. منفی 19 پنجم. خب میام قسمت بعدیش. اومده گفته که آقا منفی 35 شیشم تقسیم بر منفی 21 هشتم. اولین کاری که آقا میخوام انجام بدم اینه که بیام ترتیبش رو درست بکنم. آقا توی تقسیم گفتیم کسر دوم معکوس، پس منفی 35 شیشم تقسیم میشه ضرب، اون کسر دومی هم معکوس میشه، یعنی میشه منفی 8 21. پس این یه مورد نیاز داره به این که چی بشه؟ نیاز داره به این که معکوس بشه. این رو باید معکوسش میکردیم. خب دوست عزیز بیایم اینجا الان ساده کنیم. رسیدیم به ساده کردن. ما اینجا میتونیم آقا بگیم 35 با 21 ساده میشه دوتاش. خب 35 با 21 به چند بخش پذیرن؟ آقا من طبق ضربی که میدونم این به 7 بخش پذیره که تقسیم بر 7ش کنم میشه 5. این رو هم تقسیم بر 7ش بکنم میشه 21 رو هم تقسیم 7ش کنم میشه 3. آقا اینجا 8 و 6 رو میخوام ساده کنم. اگه 8 رو به 2 ساده کنم میشه 4، اگر به 6 رو به 2 ساده کنم میشه 3. حالا آقا یه 5 داریم، یه 4 داریم، یه 3 داریم، یه 3 داریم، دو تا هم منفی دارم. منفی در منفی، منفی در منفی میشه مثبت، که آقا اینجا می نویسمش مثبت 5 4 تا 20 تا 3 3 تا هم 9 تا. آقا 29 ما دیگه ساده تر از اینم نمیتونم بکنم، پس جواب آخرم میشه همین. میام سراغ این یه مورد. گفته 5 منهای 7 5. آقا نها کنید، این رو یادتون باشه ما یه ضرب پنهان داریم بین این دوتا، پس 7 ضرب در جواب اینه میشه. آقا 5 تا داریم، 8ش بره یه 5 منهای 8 میشه منفی 3. 7 3 ضرب در 3 میشه منفی 21. آقا یه منفی خودش داره، یه منفی هم اون داره میشه مثبت، پس میشه 5 به علاوه 21. چون اینجا 7 3 تا 21 منفی هم در منفی میشه مثبت. 5 به علاوه 21 میشه 26. پس جواب این یه مورد هم میشه 26. آقا بیام سراغ قسمت بعدی. خب اینجا گفته گزینه دال، گفته 1/32 منهای 14. آقا منفی در منفی میشه چی؟ منفی در منفی میشه مثبت، به قول بچه‌ها مبسط. آقا پس مثبت میشه این مرحله. ما یه 1/32 داریم، یه 1/32 داریم به علاوه 14
1/32 به علاوه 14 میشه چی؟ آقا مثل اینه که بگی 132 به علاوه 40 میشه 172. حالا 1/32 یکشو میذارم کنار، 32 اینم 40 بوده، میتونیم 14 بگیم 40 صدم. 32 صدم با 40 صدم میشه 72 صدم، میشه 1/72. پس جواب این یه مورد هم میشه 1/72. میام سراغ سوال 5. سوال 5 گفته عدد 187 اول است یا مرکب؟ آقا من به بچه‌هایی که خودم باشون کلاس دارم میگم بچه‌ها برای حل این سوالات بیاید یه چک لیست درست بکنید. چک لیست من چیه که به بچه‌ها میگم بچه‌ها چک لیستمون عبارت از اعداد 2 3 5 7 و چون بالای 121 افتاده 11 و یه عدد دیگه هم البته هست، چون بالاتر از 169 هم قائل شده من میتونم 13 هم بهش اضافه کنم. پس اگر زیر 100 بود تا 7، اگر از 100 به بالا بود به عبارتی از 121 به بالا بود از 11 و از 169 به بالاتر بود از 13 هم استفاده میکردیم. خب پس آقا بیا اینجا 187 اول ببینیم بر 2 بخش پذیره. فقط اعداد 2 بر 127 بر 2 بخش پذیرن، اعداد زوج بر 2 بخش پذیرن. پس بر 2 بخش پذیر نیست، از این میگذریم. 187 ببینیم بر 3 بخش پذیر هست یا نیست. آقا جمعشون کن، جمع اعدادش باید بر 3 بخش پذیر باشه. 1 و 8 میشه 9، 9 و 7 میشه 16. پس بر 3 هم بخش پذیر نیست. آقا بریم سراغ 5. آقا 5 یا 3 یکانش به 0 باشه یا 5 باشه، پس بر 5 هم بخش پذیر نیست. آقا برای 7 ما این تکنیک طلایی به بچه‌ها گفتیم، اینو برای شما هم میگیم. آقا وقتی میخوای یه عددی رو ببینی بر 5 بخش پذیر هست یا نیست، بیا یکانش رو 2 برابر کن. این یکانش چیه؟ 7. 2 برابرش کن میشه 14. منهای 18ش کن، منهای اون اعداد باقی موندهش کن میشه 4. اگه باقی مونده اون 0 7 یا مضربای 7 بشه مثل 14، این بر 7 بخش پذیره. اما حالا چون باقی موندهش 4 شد پس بر 7 هم بخش پذیر نیست. آقا میگذریم میریم سراغ 11. چه عددی بر 11 بخش پذیره؟ ببینید دوباره تکنیک طلایی 11. تکنیک طلایی 11 اینه، میگه آقا اگر شما اعداد رو یکی در میون با هم جمع کردید، جمعاشون باید با هم برابر بشه، یعنی با هم دیگه، یا منهاشون که میکنیم جواب منهامون 0 یا 11 بشه یا مضرب‌های 11 به عبارتی بشه. پس اینجا 1 با 7 میشه 8. 8 با اون 8 که اون وسط برابره، پس این مضرب 11 هست. پس وقتی مضرب 11 هست اول دیگه نیست، پس میشه چی؟ میشه مرکب. پس اول دیگه نیست، پس مرکب. جواب مرکب است. چرا؟ چون بر 11 بخش پذیر است. آقا چون بر 11 بخش پذیره پس اول نیست دیگه، مرکبه. چراش هم که نمیشتیم چون بر 11 بخش پذیره. آقا 13 چیه؟ ببینید عدد وقتی بر 13 بخش پذیره، کاری که مثلا 7 انجام میدادیم میگفتیم یکان رو 2 برابر کن، اینجا به جای اینکه یکانش رو 2 برابر بکنی، یکانش رو شما بی زحمت بیا 4 برابر کن، بعد جمع کن به جای اینکه تفریق بکنی. یعنی مثلا اینجا الان 7 رو 4 برابرش کنم میشه 28. 28 رو با 8 جمعش بکنم، 28 رو با 18 جمعش بکنم میشه 46. آقا 46 مضرب 13 هست یا نیست؟ آقا من اصلا بتونم مضربای 13 رو بگم، مثلا 3 تا 10 تا 30 تا میشه 39 تا. خب بعدیش که میشه 52. پس اصلا مضرب 13 هم نیست، پس بر 13 هم بخش پذیر نیست. اما چون بر 11 بخش پذیر بوده اوله. خب این ازش گذشتیم. بریم سراغ سوال بعدی. سوال 6 گفته که در شکل زیر اندازه خواسته شده را به دست آورید. آقا یه سوال از فصل 3 تونه، سوال خیلی سختی هم نیست، فقط ما یه جاش از قانون زد استفاده میکنیم. من به بچه‌هام گفتم آقا این قانون زد بهش میگن، قانونی داریم به نام قانون زد، یا n بهش میگن، زد بهش میگن، زد برعکس هم بهش میگن. یا به عبارت دیگه شما معلم‌ها اینجوری هم بهتون تدریس کردن، آقا زاویه تندا با تندا، زاویه کندا با کندا برابره. خب شبیه با شبیهش برابر میشه، اونایی که مثل همن با هم برابرن. آقا خب میگذاریم یه اینجا تو قانون زد اینجا الان چی با چی برابره؟ این بازه، زاویه بازه با زاویه بازه برابره، این زاویه تنده هم با زاویه تنده برابره. آقا پس یعنی ما کنار این روبروی این 31 میتونم بنویسم 31، اون بالا هم این کنار این 12x برابر 5 میتونم بنویسم 31، چون زاویه تنده دیگه، اینا همه زاویه تند حساب میشن. آقا حالا رفتیم سراغ 31. ببینید ما اگر بخوام نگاه بکنیم به سوال، یه همچین حالتی رو داریم. اینجا یه زاویه 180 درجه تشکیل میده، زاویه کنار هم میشه 180 درجه.
آقا 12x اینجوری بنویسم 12x به علاوه 5 به علاوه 31 مساوی میشه با 180. آقا جوابش میشه 180 تا 31 رو با 5 جمعش کنم میشه چند؟ میشه 36. 36 رو انتقالش بدم اون طرف میشه منهای 36. 180 منهای 36ش بکنم خطش میزنیم دیگه این میشه 144. آقا 12 تا چند تا میشه 144 تا 12x مساوی میشه با 144. 12 تا چند تا میشه 144 تا 12 تا پس x مون جوابش میشه 12. این از این. بریم سراغ قسمت بعدی. توی قسمت بعدی اومده گفته که 40 زاویه سی این پایینم 110. زاویه چی رو خواسته؟ زاویه D1 رو خواسته. مثلا D1 رو اینجا داده، حالا خودش مشخص نکرده البته تو سوال. D1 رو اینجا داده و زاویه A رو اومده کجا داده؟ زاویه A رو اینجا داده. خب اینم زاویه آمون، زاویه هم اینجا آ داریم. آقا اگر این 110 باشه کنارش باید چند درجه باشه؟ این 110 با این کنارش با هم دیگه نمیشن مجموعاً چند درجه؟ یه نیم صفحه. نیم صفحه چند درجه است؟ 180 درجه. 180 تا رو 110 تاشو برداشت فرار کرد دوزید رفت. چند تا دیگه میمونه؟ میشه آقا 70 تا دیگه. 110 با 70. آقا اینجا که مجموع زاویه داخلی مثلث ما میدونیم 180، یه 70 بهمون داده، یه 40 اون بالا میشه 110 تا. پس این کناری هم میشه چقدر؟ میشه 70 تا دوباره. آقا به این نکته پی بردیم که الان این مثلث اون مثلث چیه؟ متساوی الساقینه. این مثلثی که الان داریم مثلث متساوی الساقین میشه چون دو تا ساقش با هم برابرن. حالا آقا توی این شکلی که الان ما رسمش کردیم ما یه زاویه D1 ازمون خواسته. اگر زاویه D1 رو از ما بخواد ما باید بیایم حسابش بکنیم که آقا این بالاش چند میشه. این 40 رو که به همون داده زاویه های دیگهش رو حساب بکنم. خب ما اینجا میتونیم یه دونه قانون زد به کار ببریم. قانون زد رو من میگفتم چه زد چه زد برعکس، فقط اینجا رو ادامهش بدید. اگر این یه تیکه رو ادامهش بدم یه همچین حرفی در میاد. آقا میدونم این زاویه تنداش یعنی این 70 با این زاویه این کنار اینا با هم برابرن. اگه این 70 باشه اونم 70. آقا خب نگاه کنید متقابل به رأس یادتون هست اگر این 70 باشه روبروش هم دوباره 70، پس اینجا میشه چند؟ 70 درجه. آقا نگاه کنید اصلا من میگم این مثلث متساوی ساقینه به خاطر همینه. این اگر الان دوباره این مثلث بالای 180 بگیریم چون اصلا 180 که هست داخلیش 40 با 70 میشه 110. چند تا دیگه میخواد تا 180 تا 70 تا دیگه، پس این D1 هم میشه 70. آقا حالا اگه مد نظرش باشه این طرفو به دست بیاریم این میشه چند؟ اگر گفته باشه D1 مثلا این طرفه این طرفش میشه 110 چون مجموع این D1 و D2 که این وره اینا باید بشه 180 تا پس 110. پس این D1 الان فعلا می‌نویسیم 70. حالا چون مد نظرش نمیده مشخص نکرده، حالا طرا ظاهرا فراموش کرده این یه تیکه رو. حالا گفتیم آ رو چند به دست آوردیم؟ آ رو که همون اول به دستش آوردیم 70. این مثلث کلا متساوی الساقینه، هر کاریش بکنیم زاویه‌هاش باز برابر در میاد با هم دیگه. بریم قسمت بعدی سوال 7. گفته عبارت جبری مقابل را ساده کنید. آقا توی همچین عبارت‌های جبری میگفتیم از آسمون داره میاد یه دسته پوری. حالا این شعرش این بود که ما به بچه‌ها میگفتیم اولی در اولی اولی در دومی، دوباره این یکم از زیر میباره. آقا اولیه رو که ضربش کنم x در x این همش ضرب تو هم میشه x به توان 2. بعدیه x ضرب در 2 میشه مثبت 2x. بعدیش رو که ضربش کنم میشه مثبت 3x. زیریا رو دارم ضرب میکنم و مثبت 3 ضرب در مثبت 2 میشه مثبت 6. آقا اینا رو یه دونه دسته بندی بکن. مثبت 3 و مثبت 2x میشه مثبت 5x. حالا یه بار دیگه می نویسمشون. پس میشه x2 به علاوه 5x به علاوه 6. تموم شده رفت. تموم شد جواب این. گفته عبارت جبری عبارت مقابل را کامل کنید.
آقا این چیه به نظر شما؟ این همون تجزیه فاکتورگیریه. وقتی بخوام تجزیه فاکتورگیریش انجام بدم میگم آقا عدد مشترکه چی بوده؟ این بوده 3 6 بوده، بخشی 3 بوده 3 1 6 بوده 3 2 تا. آقا خب چی مشترکه چون 3؟ حروف مشترک کوچوکشون چیه؟ چون من میگم حروف مشترک کوچیک رو انتخاب کن. آ و آ مشترکه، پس آ رو می‌نویسیم 3 آ، اینا میشه مشترکه. حالا سراغ غیر مشترک. من میگفتم وقتی این 3 آ رو اینجا نوشتی یا زیر اینا رو هم 3 آ رو بنویس. پس اینجا 3 آ با 3 آ میره، چی میمونه؟ یه سی میمونه. اینجا هم 6 آبی، آش با آ میره، 6 هم تقسیم بر 3 میشه 2، بی هم که میمونه تنها. حالا یه اشتباهی که بچه‌ها میکنن اینه، ببینید مثلا وقتی به ما میگن x تقسیم بر x میگن 0. آقا این غلطه. ما x تقسیم بر x مون 0 نمیشه، جوابش نمیشه، جوابش درستش 1. پس اینجا هر جایی که مثلا شما تنها بود، مثلا اگه اینجا بود 3a تقسیم بر 3a، ننویس 0، جواب نهاییش برابر با 1 میشه جواب درستش. اینم نکته که گفتم خدمتتون عرض کنم. بیام سراغ قسمت بعدی. گفتم معادله مقابل را حل کنید. آقا توی معادله های کسری باید مخرج مشترک بگیریم تا مخرج از بین بره. به قول بچه ها خط اینا مخرج خط بخوره. آقا مخرج رو چجوریش کنم؟ یه دونه مخرج 2 به این، 1 به این میدم، یه دونه 1 هم به این. مخرج مشترکمون کلا 2. آقا مخرج مشترک 2 بخوام بگیرم، این ضرب در 2 میشه، اینم ضرب در 2 میشه، پس صورتاشون هم هر دو تاش ضرب در 2 میشه. آقا حالا بخوام بنویسمش، اینجا 2x ضرب در 2 میشه 4x. مخرج مشترک کلشون هم که 2، به علاوه یه دوتا هم 2 تا میشه 2 مساویه با اونم که خودشه منهای 1 دوم. آقا مخرج ها یکی شد، پس مخرج خط اینا. آقا بریم سراغ ادامهش. حالا اینجا یه چی شد معادله ساده. آقا یه معادله آدموار به دست اومد. بریم اینجا 4x به علاوه 2 میشه منفی 1. مثبت 2 رو میدمش اون طرف. آقا مثبت 2 رو بدمش اون طرف، یه حالا من میگم سلیب بکش، 4x میمونه مساویه با مثبت 2 بره اون طرف میشه منفی 2 منفی 2 منفی 1 میشه منفی 3. آقا یه منفی 3 داریم، یه 4x. حالا گفتم x هیچ موقع عدد نباید بهش بچسبه. چجوری میکنیم؟ همه رو تقسیم بر 4 میزنم. آقا اینجا این طرف یه x میمونه، اینجا x میمونه مساویه با منفی 3 چهارم. پس جوابش میشه x مساویه با منفی 3 چهارم. این جواب این قسمته. بریم سراغ سوال 8. گفته الف اگر اول بگم این سوال از کدوم بخشه؟ از بخش بردار و مختصاتتونه. سوالات به شدت آسونه، فقط باید یه مقداری بلد باشید سوالات رو تجزیه و تحلیلش بکنید. میام اینجا گفته اگر b مساویه با 2 تا i به علاوه 2 تا j. آقا میتونم یه جور دیگه بنویسم اینها رو. i همون x، اینو بلد باش، i همون x همون x، j همون y. این از این. آقا حالا که i همون x، پس x مون هست 2 مثبت هم هست، j مون هم هست 2 همش هم مثبته، چون این مثبت 2 i مون مثبت 2 j. حالا این رو چی بنویسم؟ a مون هم اینجا هست آقا 3i 2j. آقا x همون i یعنی 3، y همون j یعنی 2 مثبت هم هست هر دوتاش. حالا گفته چیکار کنید؟ گفته اگر مختصات 2 تا a به علاوه 3 تا b را به دست آورید. آقا اینا 2 تا a یعنی این چی؟ اینا همش چیکار کن؟ ضرب در 2 کن. یعنی هر جا اینجا میبینی ضرب در چند کن؟ ضرب در 2 کن. آقا پس اینجا اگر 2 را ضرب در 3 کنم میشه 6. اینجا 2 را ضرب در 2 کنم میشه 4 به علاوه 3 تا b. آقا این b بود، این b، این بیه. حالا گفته چیکارش کن؟ گفته هر چی که میبینی 3 برابر کن. آقا اگر همش 3 برابر کنم 3 دوتاش میشه 6 تا، پایینم دوباره 3 دوتا میشه 6 تا. آقا اینا وقتی جمعشون کنم جوابش میشه این 6 به علاوه 6 میشه 12، اونجا هم 4 به علاوه 6 میشه 10. جوابش میشه 12 10. xش 12 وایش 10. خب اگر بخوایم به صورت آی جی هم که بنویسیم x همون آی وای همون جی، پس میشه 12 مثبت 12 آی مثبت 12 جی.
معادله مختصاتی مقابل را حل کنید. آقا x ازمون خواسته، اما گفتیم هر چی که به x میچسبه رو باید ازش چیکار کنم؟ بکنم. آقا 4 به x چسبیده، پس اینا رو اونجا که مثل اونجا که ضرب در 4 کردیم اینجا رو همه رو تقسیم بر چند میزنم؟ تقسیم بر 4 میزنم. پس اینجا در نهایت x مساوی میشه با آقا 8 تقسیم بر 4 کنم میشه چند؟ میشه 2 مثبت 2. 12 تقسیم بر 4 کنم میشه چند؟ میشه 3. جواب میشه 2 و 3. اینا میشه جواب این قسمت. نام جواب بالایی این بود. خب میام قسمت پایین. گفته مقدار x را به دست آورد. آخ چه آسون. اون قضیه فیثاغورس خیلی سوال راحتی. آقا حتما هم تو امتحانتون میاد، یعنی هر معلم باید از این بخش سوال بده توی امتحانتون. اگر نده باید ترکیبی بده، یعنی مثلا فصل آخرتون که زاویه محاطی یا زاویه مرکزی است باید ترکیبش کنه با این بخش. اونجا که بخش مماساست باید ترکیب کنه، چون تو مماس زاویه قائمه داشتیم میتونستیم مثلث فیثاغورس رو تشکیل بدیم، پس اونجا میتونه از قضیه فیثاغورس استفاده بکنه. آقا ببینید قضیه فیثاغورس چی میگفت؟ ما قضیه فیثاغورس رو مینوشتیم آقا وتر به توان 2 مساویه با یه ضلع به توان 2 ضلع 1 به توان 2 به علاوه یه ضلع 2 به توان 2. خب آقا اینجا الان یه 8 داده یه 10 داده، ما جا وترمون اونجا چند میذاریم؟ وتر شد روبروی این 90 درجه. آقا من میگفتم ما اگر این وتر رو یه پرتو افکن یا نور افکن فرضش بکنیم و این نور افکن بزرگه میفته روی وتر بزرگترین ضلع. پس آقا پس اینجا روی زیر وتر مینویسم چند؟ مینویسم 10 به توان 2 مساویه با آقا ضلع 1 به توان 2. ضلع 1 چنده؟ بچه‌ها ضلع 1 اینجا هست 8 به توان 2 به علاوه ضلع 2 رو نداریم همون x به توان 2. آقا حساب کن 8 به توان 2 میشه چند؟ میشه 64. 10 به توان 2 میشه چند؟ میشه 100. چه عددی رو با 64 جمع کنم بشه 100؟ معلومه به جاش بیا اینجوری بنویس، بگو x2 مساویه با اینو ببر اون 64 رو ببر اون طرف اگه بلد نیستی، بنویس 100 منهای 64 که آقا 100 منهای 64ش کنم میشه چند؟ میشه 36. آقا چه عددیه که ضرب در خودش بشه 36؟ پس x میشه 6 تا یا همون x میشه 6. توان 2 ازش میگیرم اونم رادیکال میذارم. آقا این توان 2 رو از x میگیرم اونم 36 رادیکال میذارم. رادیکال 36 میشه 6. پس x میشه 6. یا عبارت دیگه بگو که چه عددی در خودش ضرب بشه 36. خب 6 تا میشه 36 تا، پس x 6. آقا یه چیز دیگه هم هست، من از شما میگم بچه‌ها یه اعداد معروف فیثاغورسی ما داریم، اینا رو بلد باش. عدد معروفای فیثاغورسی 3n 4n 5n و یکی دیگر هم هست 5n 12n 13n. آقا 3n و 4n و 5n چیکار میکنه؟ میگه کنار بزرگه همیشه بنویس 5n، کنار متوسطه بنویس 4n، کنار کوچولوه بنویس 3n. آقا 5n 5 ضرب در چند شده 10 ضرب در 2. خب 4 ضرب در چند شده 10 8 ضرب در 2. خب 3 هم ضرب در 2ش میشه 6. آقا حالا میگه از کجا بفهمم که کوچیک کدوم متوسط کدوم؟ خب اینجا که بنده خدا خودش متوسط است نشون داده x متوسط است. حالا اگه متوجه نشدی تو صورت سوال اعدادت رو برعکس کن. اگر جواب داد که میتونیم از اعداد طلایی استفاده کنیم، اگر نداد باید بری سراغ اون اعداد خود قضیه فیثاغورس رو حل کنیم. اما غالبا معلم‌ها با این اعداد طلایی و اون عدد نقره‌ای که 5 12 13 میدن که بتونی سوال رو حل بکنی، پس یادش بگیر. خوب اینم شد اعداد طلایی. پس جوابمون میشه x مساوی 6. یه نکته هم گفتیم که نکتهمون بود 5n 4n و 3n. به اینا میگفتیم اعداد چی؟ به اینا میگفتیم اعداد طلایی. اعداد طلایی هم نم از این بخش. سوال 10 چی گفته؟ گفته در شکل مقابل او مرکز دایره است. دلیل همنشتی دو مثلث ODC و OAB بنویسید. سپس تساوی را کامل کنید. آقا یه چیزی رو خوب به خاطر بسپار، اینو فراموشش نکن.
دورم نندازش. این میگه چی؟ میگه آقا هر جایی که من دایره دیدم باید شعاع رو به دست بیارم، یه دنبال شعاعش بگردم. منظورم این نیست که عددش رو به دست بیاری یا توی اثباتی یا فصل 3 توی اثباتی ریاضی 8 و ریاضی 9 هر جا که شما به دایره برخوردید باید دنبال شعاع بگردید یا باید خودت شعاعش رو رسم بکنی. پس این نکته مهمه. بیا آقا سراغ اینجا. و در کنارش هم اگر تونستی زاویه 90 درجه بود دنبال اون، اگر مماس بود دنبال اون زاویه 90 درجه هم بگرد. حالا بحث مماسش شما 8 میخونید توی فصل آخرتون. اگر مماس هم بود دنبال زاویه 90 درجه بگرد، بعد در آخرش باید دنبال قضیه فیثاغورس بگردی. اما شما فعلا نمیخواد. من بهتون میگم هر جا دایره دید توالت کنید فقط شعاعشو پیدا کن. برو دنبال شعاع. بیا اینجا شعاعشو ببینیم چی هست. ما شعاعی که داریم یه او آ داریم، یه دونه او سی، نمیشه شعاع. علتش هم مینویسم کنارشون اینا چیه، شعاع آسینا. آقا بعدی چیه؟ بعدیشو پیدا کن. آقا اینجا یه دونه آواسی هم که خودش لو داده با هم برابرن، پس یه زاویه آمون با یه زاویه سیمون برابره. چندن اینا؟ 90 درجهن. آقا قائما 90 درجهن. بیایم سراغ یه چیز دیگه که بدونیم برابر میشن. آقا چی اینجا دیگه میتونه برابر بشه؟ ببینید بچه‌ها ما یه زاویه متقابل به رأس داشتیم. این زاویه متقابل به رأس سال 7 خونده بودید. زاویه متقابل به رأس میگه آقا مثلا اگه تو اینجا باشی 60 تا، حالا عدد معقول بذاریم، مثلا تو باشی اینجا 80 تا، منم که روبروی تو هم چند تام 80 تا. میگه آقا تو کناریه، اگه مثلا تو باشی 100 تا، منم که روبروی تو هم میشم 100 تا. همیشه هم شکل چی بود؟ شکل ضرب بود زاویه متقابل به رأس. آقا خب از این بگذریم چیه اینجا؟ به چه دردمون میخوره؟ اصلا چرا گفتید شما؟ ببین توی زاویه متقابل به رأسی که الان من اینجا بهتون دادم، اینجا الان مثلا ما O1 رو میتونیم بگیم با O2 برابره. مثلا اسم این رو میذارم O1 سراغ همون رنگ قرمز، اینم O2. آقا اینا با هم برابرن، داخل این دوتا مثلث کوچولو هم هستن. پس می نویسیم O1 زاویه O1 مساویه با زاویه O2. یه نکته بچه‌ها میگن آقا شما از کجا میفهمی این زاویه از کجا میفهمی این ضلعه؟ آقا اگر دو تا کلمه حرف باشه مثل او آ و او سی میشه ضلع، اگر یک کلمه خالی باشه میشه زاویه. حالا آقا قضیه همنشتی، ما قضیه همنشتی 3 تا حالت کلی داشتیم، 3 ضلع، 2 ضلع زاویه، 2 زاویه و ضلع بین. اینا قضیه کلیامون بود. اما 2 تا هم خاص داشتیم تو مثلث قائم الزاویه. آقا تو مثلث قائم الزاویه اگه میتونستیم به دست بیاریم که وتر برابرن، دیگه نمیخواست چیز دیگه پیدا کنی غیر از ضلع و زاویه، فقط یه ضلع قائم یا زاویه حاده پیدا بکن به دست میاد. اما اینجا ما پی نبردیم که وترشون برابرن. چرا؟ چون وتر این زاویه این ضلعه، ما اصلا کاری با اینا فعلا نداشتیم، نمیدونیم من برابر هستن یا نیستن. باید اثبات کنیم که آقا اینا برابر هستن. اگه همینشون رو اثبات کنیم برابریشون ثابت میشه. خب بیا سراغ اینجا. آقا الان چیزی که هست این ضلع بود، این زاویه بود، این هم زاویه بود. پس می نویسیم 2 زاویه و ضلع بین، 2 زاویه و ضلع بینشون، این میشه حالت همنشتیشون. آقا حالا چی میگه؟ میگه او آ بی هم نهشت با او سی دیه. خب این دوتا مثلث هم نهشتن با هم. حالا میگه آقا اگه این پی بردی زاویه دی با چه زاویه ای برابره؟ خب معلومه آقا این زاویه دی با این زاویه بی برابره دیگه. زاویه دی برابره با زاویه بیه، چون اگه آقا من این رو یه چرخشش بدم، یه دورانش بدم، میفته روی بی. خب آقا او بی با چی برابره؟ خب همین رو می‌خواستم الان خودم رسمش کردم دیگه. او بی با چی برابر میشه؟ با او دی دیگه. این هم علتش، ما می‌خواستیم اثبات بکنیم اینا با هم برابر هستن، او بی هم با او دی. آقا شما میپرسید این علامتی که شما بالا اینجا میذارید چیه؟ این چیه؟ آقا این علامت همون ضلع وتر هم نشونش میدن با همین. البته خب نگاه کنید این ضلع رو ما توی ریاضی اکثرا با همین علامت نشونش میدیم. حالا اگه نذاشتی هم مشکلی نداره، اما برای اینکه هم خیال خودت هم خیال دبیرت راحت تر باشه علامت رو فراموش نکن. پس اینم شده اثباتیا. بریم سراغ سوال 11. سوال 11 گفته حاصل اعداد را به صورت تواندار، بریم رنگ مورد علاقه. خب حاصل را به صورت تواندار بنویسید. گفته 6 به توان 2 ضرب در 6 به توان 2 به روی 14 به توان 8 تقسیم بر 7 به توان 8. آقا
ما گفتیم کبوتر با کبوتر باز با باز، یه عبارت دیگه حالا اینا جایی نگیا، اما خب ما گفتیم که اون عددایی که مثل همن رو هم کراشن. ببین کراشا کجان، پیداشون کن بنویسشون. و یه نکته، آقا طبق قانون فقط یه بار حق داری کراش بزنی ازدواج کنی. اگه بیشتر انجام دادی این ناحقی ظلم دیگران رو مقشقا کنی، سینگل بگورشون کنی. خب ببین اینجا، آقا اینجا 6 با 6، من میگم آقا مثلا این دوتا دوست دارن با هم کراش بزنن ازدواج کنن. یکی میگه نه آقا من دوست دارم 2 با 2 ازدواج کنم. من میگم نه من دوست دارم اینجوری باشه. یه موقع حلش کنیم. 6 رو 6 کراش میزنه، بچه‌شون میشه 6 بعد از ازدواج. 2 آقا گفتیم هر جا ضرب دیدی بالاش چی بذار به علاوه، 2 به علاوه 2 میشه 4. آقا تو اونی هم که دوست داشتی بری هیچ فرقی نداره با هم دیگه، هیچ فرقی با هم ندارن. یعنی تو اون چیزی هم که خودت دوست داشتی بری، مثل این که بگی 2 رو با هم برابر بگیرم و 6 تا ضرب در 6 کنم، اونم درسته، من غلط نمیگیرم، اونم درست در میاد. خب من دوست داشتم اینجوری حلش کنم. آقا میام اینجا کسر رو میکشم دوباره. 14 و 7 که مثل هم نیستن اما تواناشون مثل همن. توان 8 تا ازدواج میکنن بچه دار میشن، بچه‌شون میشه 8. 14 تقسیم بر 7ش بکنم میشه 2. 2 به توان 8، اونم 6 به توان 4. آقا من میتونم ساده تر از اینش بکنم اما من نمیخوام، چون این ازتون فعلا نمیخواد. آقا شما سال نهم که رفتید اینا ساده ترش هم بکنید مشکل نداره، چون باید توانش بشکنم. این توان 8 رو باید تبدیلش کنم به توان 4. من تا همینجا کافیه. اگه حالا بگم این اگه دلتون خواست جلوترم برید، ما اینه اینجوری می نویسیم 2 به توان 8، 2 به توان 8 همون بوده 2 به توان 4، یا به عبارت دیگه 2 به توان 2 به توان 4. آقا 2 به توان 2 میشه چند؟ 2 به توان 2 مون میشه 4، میشه 4 به توان 4. پس این بالایی پایینیه رو به جای اینکه بنویسم 2 به توان 8 میتونم بنویسم 4 به توان چی؟ 4. گفتم شکستیمش. آقا به جای اینکه بگم 2 به توان 8، توان 8 تا شکستم، میگم توان 8 میشه 2 تا چند تا؟ میشه 2 تا 4 تا. توان 8 میشه 2 تا 4 تا. آقا بعد میگم 2 به توان 2، اینا دیگه کاری با اون 4 ندارم، میندازمش بیرون. میگم 2 به توان 2 میشه 4، میشه 4 به توان 4. اون بالاش هم مینویسیم 6 به توان 4. آقا حالا نگاه کن، 4 به توان 4 6 به توان 4 تواناشون مثل همن. پس یکی از توانا رو مینویسیم 4 رو، 6 رو تقسیم بر 4ش میکنم میشه 6 4. 6 رو تقسیم بر 4ش کنم میشه 3 دوم. آقا چون توانم مشترکه واسه دو تایشون مینویسیم 4. 3 به توان 2 به توان 4. پس من تا همینجا برام کافی بود، تا همینجا یه کار که نوشته بودم برام کافی بود. اما چون حالا یه مقدار بعضی از دانش آموزا دوست دارن بعد جواب بعدش هم به دست بیارن، ما گفتیم چی؟ گفتیم که بیا آقا مثلا اینم بنویس 3 دوم به توان 4. هم جوابش بوده، هم جوابش 3 دوم به توان 4. آقا بعدی چی گفته؟ بعدی اومده گفته که آقا من یه دونه 5 به توان 3 دارم، یه دونه 2 به توان 3. خیلی آسونه. آقا 5 به توان 3 ضرب در 2 به توان 3، 3 هاش مثل همن توانا. یه دونه از توان 3 ها رو می‌نویسم. 5 دو تا میشه 10 تا، پس جوابش میشه 10 به توان 3. اینم جواب این یه مورد. آقا بیایم اینجا. دو عدد طبیعی بین رادیکال 5 و رادیکال 27 بنویسید. دو تا عدد طبیعی. رادیکال خوشگلا رو که بلدی که. رادیکال خوشگلا بود 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 196 225. من تا 15 شو قاعدتا البته بیشترش هم بلدم، اما خب تا 15 شو به بچه‌ها میگم بنویسید آقا اگه دوست داشتید حفظ کنید. تا 100 شو که حتما باید حفظ باشید. آقا رادیکال 5 رادیکال خوشگله بعدش چیه؟ خب رادیکال 9. پس یکی از رادیکال خوشگله بعد از رادیکال 5 رادیکال 9. رادیکال بعدیش چیه؟ رادیکال 16. گفته دو تا عدد طبیعی بنویسید. آقا بعدیش 25 رادیکال 25. رادیکال 9 میشه چند جوابش؟ میگه عدد طبیعیش کن. میشه 3. رادیکال 16 میشه چند؟ میشه 4. رادیکال 25 میشه چند؟ میشه 5. پس 3 با 4 و 5 میتونم بین این اعداد رادیکال 5 و رادیکال 27 بنویسم که آقا وقتی هم بنویسم نشون 3 تا میشه نه 2 تا. گفته جذر مقابل رو حساب کنید. رادیکال 49 ضرب در رادیکال 64.
آقا من میتونم توی رادیکالا جدا به جدا حساب بکنم، میتونم با هم حساب بکنم. آقا اینجا یه رادیکالا رو جدا حساب کن. یه رادیکال 49 یه رادیکال 64. رادیکال 49 میشه چند؟ میشه 7. رادیکال 64 میشه چند؟ میشه 8. تموم شد. به عبارت کلی تر اگه خاصی بنویسی راحت ترش اینه که جداشون کنی. یعنی مثل رادیکال 49 ضرب در رادیکال 64 که ضربشون کنم همون 49 میشه 7، 64 میشه 7 8 تا 56 تا به قول بچه‌ها پلنگ و 6 تا. نم از این. خب میام سراغ قسمت سال 12. سوال 12 قسمت الف. خب گفته جدول مقابل را کامل کنم میانگین رو حساب کنید. تاخ سوالاتش خیلی راحته واقعا این فصل. این بخشی که از فصل حالا آمارتون حساب میشه و احتمال داره، البته احتمال هم دارید خب تو فصلش آمار احتمالتون حساب میشه، این خیلی راحته، چیز خاصی نداره که اصلا. فقط ببینید بعض بچه‌ها میگن آقا من مرکز دسته رو باید جمع کنم تقسیم بر کنم. آقا ولش کن، چه کاری، راحتش کن. خدا بیا اینجا ببینیم چه جوری میخوایم حلش کنیم. فراوانی نداده به ما، اما آقا مرکز دسته رو من قبلش باید به دست بیارم. مرکز دسته 4 تا 8. ببینید از 4 تا 8 چند تا فاصله است؟ 4 تا. تقسیم بر 2 کن میشه چند؟ میشه 2 تا. 2 تا به این 4 تا اضافه کن. پس مرکز دسته رو چجوری به دستش میارم؟ میگم آقا از 4 تا 8 چند تا فاصله است؟ 4 تا. 4 رو تقسیم بر 2 کنم میشه چند تا؟ میشه 2 تا. 2 تا به این 4 تا اضافه کنم میشه چند؟ 2 تا به این 4 اضافه کنم میشه چند؟ میشه 6. آقا پس مرکز دسته‌شون میشه 6. آقا بلد نیستی از 4 تا 8 وسطش میشه چند؟ وسط 4 و 8 تا. بلدم نیستم اونجوری برم. بگو 4 و 8 تا جمع کن میشه 12. وسط 12 میشه چند؟ میشه 6. دست من. حالا آقا مرکز دسته ضرب در فراوانی 6 ضرب در چه عددی شده؟ 48. خب معلومه ضرب در 8. پس فراوانیش میشه 8. آقا اینجا فراوانی به ما داده 5. فراوانیش به ما داده 5. 8 تا 12. مرکز دسته رو ما خودم باید به دست بیارم. آقا من بلد نیستم. 8 تا 12 فاصله چند تا؟ 4 تا. تقسیم بر 2 کنم میشه 2 تا. به 8 2 تا اضافه کنم میشه چند؟ میشه 10. آقا بازم بلد نیستی، برو روش خود کتاب. 8 تا 12 میشه 20. تقسیم بر 2 کنم میشه چند؟ میشه 10. 10 تموم شد. آقا 5 10 تا 50 تا، چون گفته مرکز دسته ضرب در فراوانی. فراوانی جمعش چند میشه؟ میشه 13. آقا مرکز دسته که جمع نمیخواد بکنی، مرکز دسته ضرب در فراوانیش 48 با 50 میشه 98. آقا تموم. گفته سوال 13 در یک کیسه 5 مهره آبی، 3 مهره سبز و 2 مهره قرمز وجود داره. یکی از مهره ها را به طور تصادفی انتخاب میکنیم. احتمال اینکه مهره سبز باشد چقدر است؟ احتمال اینکه مهره آبی نباشد چقدره؟ آقا بیا بریم حلش کنیم با هم دیگه. در یک کیسه 5 تا مهره آبی، 5 تا آبی، 3 تا سبز، 2 تا مهره قرمز وجود داره. چند تا میشه مجموعاً؟ میشه 10 تا مهره. آقا احتمال اینکه، پس احتمال کل هم میشه 10. کل میشه 10. آقا احتمال اینکه مهره سبز باشد میشه 3 از 10. چه راحت. یا 3/10 اشاریش میشه 3/10. درصدیش میشه 30%. آقا احتمال اینکه مهره آبی نباشد حتما یا سبزه یا قرمزه. آقا اونم میشه قرمز و سبزا جمعشون میشه چند؟ میشه 5 تا. 5 از 10 میشه 50% یا 5/10. فرقی نداره، هر کدومش دلت خواست بنویس. سوال 14 در شکل مقابل BC بر دایره مماس است. باریکشالله رسیدیم به همون نکته‌ای که بهتون گفتم ببینید ما این قضیه فیثاغورس یک جای دیگه هم استفاده میشد تو فصل مماسا زاویه محیط مرکزی داشتیمش. پس اینجاست. آقا به نکته هر جا می نویسمش، هر جا مماس دیدیم، مماس فقط تو دایره است دیگه، درسته؟ فعلا تو دایره ما داریم میبینیمش. هر جا مماس دیدیم حتما زاویه 90 درجه داریم. خب آقا زاویه 90 درجه باید داشته باشیم. این زاویه 90 درجه کجاست؟ ای درد بی درمان، ای زاویه 90 درجه کجایی؟ زاویه 90 درجه اینجا میشه. آقا نگاه کن، هر جا که مماس و شعاع اوبی بوده و سی بی هم میشه مماس. این سی بی مماسمونه. با هم برخورد بکنن، شعاع و مماس با هم برخورد بکنند که این دو تا خطی که نشون دادم زاویه 90 درجه تشکیل میدن. یعنی کجا میشه زاویه 90؟ پس این محدوده میشه زاویه 90 درجه. آقا روبروی زاویه 90 درجه هم که همیشه چنده؟ وتره. یعنی روبروی بی اون اوسیه، یعنی این اوسی 90 درجه است. یعنی این ببخشید وتره، این وتر بود.
آقا حالا نگفته اصلا به ما بگید قضیه فیثاغورس استفاده کن، گفته که آقا با استفاده از این چیزی که میدونی زاویه سی رو حساب کن. آقا اگه بی 90 باشه که همون به دستش آوردیم، اون اومونم خودش داده باشه 53، 90 با 53 آقا میشه چند تا؟ میشه 143 تا. 143 رو با چند جمع کنم که مجموع زاویه های داخلی میشه 180. 143 با 37 میشه 180 تا. پس سی زاویه سیمون میشه 90 به علاوه اینجوری بنویسم 180 منهای 90 به علاوه 53 و 90 با 53 میشه چند؟ 90 با 53 ای بگم چی کارت نکنه میشه 143. نه 143 با چند میشه 180 تا که منهاش که بکنم جواب میشه 100 و ببخشید 37. 130 کجا بود؟ 37 جوابش میشه 37. نکته رو هایلایتش یادت نره. نکته بریم نکته رو هم هایلایت زرد کنیم. اینم هایلایتش نکته مهمیه، کاربردش هست. بچه‌ای که رشته ریاضی میرید اینا خیلی میبینید، رشته تجربی هم البته اینا دارن، اما آقا تو نهمتونم کاربردش بسیار دیده میشه توی حل اثباتیا، اونو فراموشش نکنید. خب بیام سراغ حل سوال آخر. رسیدیم به سراغ سوال 15 که سوال آخرمونه. امیدوارم که تا اینجای کار خسته نشده باشید و هر چیزی رو که تا اینجا کار کردیم متوجه شده باشید. من دوست دارم اون چیزی رو که به عنوان انتقاد یا پیشنهاد میتونید به بنده ارائه بدید توی قسمت نظرات برای بنده بنویسید و نقطه نظرات و انتقاداتتون رو به بنده بگید که من انشاءالله در صدد بر بیام و اونها رو حل بکنم و بتونم بهتر از پیش اون چیزهایی رو که قراره براتون تحلیل بکنم یا حالا قرار تدریسایی که انجام بشه رو انجام بدم. من تشکر میکنم ازتون که تا اینجای کار با ما بودید. خب سوال 15 گفته در هر شکل اندازه ها و کمان های خواسته شده رو به دست آورید. خب آقا او مرکز دایره است. مرکز دایره است. اینجا یه رنگشم عوض کنیم، از صورتی بیایم بیرون، بیایم تو رنگ مثلا حالا نمیدونم بنفشه چیه این رنگش، من دقیق نمیدونم، حالا به اصطلاح کور رنگی داریم ما. گفته که کمان، اندازه کمان ها زاویه خواسته اون مرکز دایره است. اینجا اومده زاویه مرکزی چی بود؟ آقا زاویه مرکزی از مرکز شروع میشد، زاویه محاطی از روی دایره شروع میشد. مرکز توی مرکز بود همیشه برخورد دوتا خط، محاطی روی دایره بود برخورد اون دوتا خط. خب اینجا آقا اومده گفته زاویه کمان بی سی برابر با چیست؟ کمان بی سی برابر با چیست؟ کمان بی سی چه زاویه هایی روبروش میتونی ببینی؟ آقا من یه زاویه مرکزی میتونم روبروش ببینم، یه زاویه محاطی میتونم ببینم، پس میتونم دوتا چیز براش بنویسم. میتونم بنویسم یا بی سی مساوی با اوست، یا به عبارت دیگه مساوی با چند تا. زاویه محاطی میگفت این زاویه محاطی، این محاطی میگفت آقا من کوچیکتم، آقا من کوچیک تو ام، من کوچولو ام، اگه تو هرچی باشی آقا کمان بیسی تو هرچی باشی من کوچیکتم، من نصفتم، من نصف تو حساب میشم. اما زاویه مرکزی میگفت چی؟ زاویه مرکزی میگفت هیچ سرت نمیشه، من با تو برابرم زاویه کمان، پس زاویه مرکزی با کمان برابر. اما زاویه محاطی میگه من کوچیکم، کوچیکتر تو ام، آقا من زور ندارم، پس من نصف کن به من تحویلم بده. آقا اینا اینجا پس میشه 2 تا، اگر بخوام کمان رو به دست بیاریم کمان بیسی میشه 2 تا زاویه آ. اینم از این نکته بلد باش، به دردت میخوره. آقا زاویه آ برابر با چیه؟ آقا این خودش گفت زاویه آ. گفتم چی؟ گفتم میگه آقا من کمان، من کوچیکتم، من نصف تو ام، من نصف کن، پس میشه بی سی دوم، پس مقدارش میشه اندازه زاویه محاطی بخشید اندازه کمان تقسیم بر 2 میشه زاویه محاطی. پس این همون زاویه چی مونه؟ محاطیه. زاویه محاطی چی بود؟ رنگش عوض کنیم، محاطی نشون بدیم. محاطینه، به این میگن محاطی، به این میگن محاطی، به این میگن چی؟
به میگن زاویه مرکزی. پس مرکزی از مرکزه، اون محاطی از بالا شروع میشد، زاویه محاطی. خب آقا مقدار این دوباره آقا زاویه آمون گفتیم روی دایره است، محاطیه، زاویه محاطی. زاویه محاطی برابر چی بود؟ نصف کمان. کمانش اینجا چیه؟ کمان اینه، کمان BC. پس برابره با BC دوم، یا من کوچیکتم. زاویه محاطی میگه من کوچیکتم، این محاطی. آقا حالا اگه گفت مقدارش رو به دست بیارید چیه؟ یه نکته بنویسیمش، بد نیست. بریم رنگ مورد علاقه. آقا میگه چی؟ میگه زاویه محاطی روبروی قطر 90 درجه است. این 90 درجه که گفتم کاربردش خیلیه اینجاست. زاویه محاطی روبروی قطر 90 درجه است. بیا اینجا آقا رنگش هم با هایلایت مثلا نارنجیش کنیم. هرچند رنگ قشنگی در نیومد، اما خب زاویه محاطی روبروی قطر 90 درجه است. آقا بیام نشونش بدیم الانه. یعنی پس این زاویه محاطی روبرو قطرمون هم هست، این قطره، این خط رو بهش میگیم چی؟ قطر. روبرو قطرمون باشه اینجا میشه چند درجه؟ 90 درجه. پس میتونم بنویسم آمون 90 درجه است. آقا اگه این 90 تا باشه پس کمان بوده چند تا؟ کمان میگفت آقا من 2 برابر محاطی هم دیگه، پس کمانمون میشه این یه تیکه میشه 180 تا. یه نصف دایره است دیگه، یه نصف دایره هم میشه 180 تا. اصلا کاری باش نداشته باشیم، زاویه محاطی هم یه نصف دایره، اصلی 160 تا رو نصفش کنم میشه 180 تا. آقا من نکته دیگه، مگه اینجا زاویه به عبارت دیگه آبی یا آسی نمیتونیم بگیم برابرن؟ هرچند البته باید مشخص میکرد، اما ما میگیم برابرن. آقا آبی با آسی برابره، یعنی این دوتا 45 درجهن. آقا اگر این زاویه 45 باشه، اینم 45 باشه، این دوتا زاویه چی حساب میشن؟ زاویه محاطی حساب میشن. آقا این 45 باشه سی روبروش که کمان آبیه میشه 90 تا. آقا این بی روبروش که زاویه کمان آسیه میشه 90 تا. آقا اینجا حساب کن چی خواسته؟ بی 45، سی رو خواسته 45. آقا اینجا آسی رو خواسته، آقا آسی که من به دست آوردم میشه 90. تموم شد. آقا زاویه محاطی مرکزی خدا وکیلی اگر شما جایی قطر دیدی تو زاویه محاطی مرکزی بدون که این 90 درجه هست توش. زاویه محاطی رو برو قطر 90 درجه است. اینو یادت باشه، 90 درجه پر کار برده، چه تو اثباتیا چه تو نوشتن سوالاتی که مثلا زاویه محاطی مرکزی داریم اینا هست. یادش بگیر، یه بار خوب متوجه کن ببین چی گفتم که انشاءالله دیگه مشکل پیش نیاد برات توی مبحث. من ازتون باز هم تشکر میکنم که تا اینجای کار با بنده بودید. برای همگیتون آرزوی موفقیت، سربلندی و بزرگی میکنم. انشاءالله که موفق و مؤید و پیروز باشید و مایه سربلندی خودتون و خانوادتون باشید. دوستتون داریم شدید به مدت مدید. روزتون بخیر باشه. یا علی مدد. خدا نگهدار.